بنا به اطلاع مرکز مطبوعات ملی پایتخت سانه 26 مارس سال جاری در یک قطار شبکه‌های اجتماعی نوار نشر گردید که در آن مناقشه دو نفر جوان پسر باروننده افت-ماشین تمغه اوپل زفیره انعکاس یافته گفته میشد که پیاده‌گردان راننده افت-ماشین مذکور را برای راه ندادن آنها در راه پیاده‌گرد مورد دشنام و حقارت و زیر التکوب قرار دادند. همزمان نوار مذکور مورد واکنش‌های شدید شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته عمل خودسرانه جزا دادن راننده از جانب پیاده‌گردان محکوم گردیده از مقامات ملی پایتخت خواستار اندیشیدن چاره‌های دخلدار قانونی شدند. وابسته به حالت مذکور از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی گذرانیده شده جوانان ویران کنندگان ترتیبات جمعیتی معین و دستگیر کرده شدند. ضمن سنجش معین کرده شده است که سانه 26 مارس سال جاری دو نفر برادران خورسندوف حکمت‌الله عبدالسلاموویچ سال تولدش 1998 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه باباجان غفوروف و خورسندوف محمد جان عبدالسلاموویچ سال تولدش 2007 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه غفوروف که در کوچه عینی به سوی مرکز سودای پیکر از راه پیاده‌گرد می‌گذشتند راننده افت-ماشین تمغه اوپل زفیره رقم‌های قید دولتیش 6068 NN01 شهروند غنیف شاروخ سال تولدش 1999 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه دهوتی را مورد دشنام و حقارت قرار دادند. وابسته به حالت مذکور نسبت خورسندوف حکمت‌الله با ماده 460 میدوباشی پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شد. برای نابالغ بودن برادر نامبرده شرطا نسبت پدرش طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری پروتکل ترتیب داده شده از جانب سود به اندازه 3 نشان دهنده برای حساب‌ها جریمه بندی کرده شد. همزمان نسبت راننده افت-ماشین مذکور نیز برای راه ندادن به پیاده‌گرد طبق طلبات ماده 324 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده جریمه بندی کرده شد. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه به اطلاع شهروندان میرساند که با مشاهده چنین کردارهای ضد حقوقی آن را به نوار و یا رسم گرفته جهت بررسی به سراغ الکترونی ملی پایتخت ارسال نمایند و دست به جزادهی خودسرانه نزنند زیرا هر یک عمل نامطلوب در نزد قانون جوابگری در پی دارد.